تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. دزد شهباز به آسیابان تبدیل یافت. کسی دیگر او را دزد شهباز نمی گفت، همه با احترام شهبازی آسیابان می گفتندش و او هم به قول خود ریشه دوانده بود و از زندگی قناعتمند می نمود. به هر حال به زن چنین می نمود که مردک قناعتمند است، هرچند یک چیز او را از تشویش مانده بود. شهباز اگر سال گذشته همگی سیره نه زیادتر از یک هفته به شهرها، او به کدام شهرها می رفت غیر از خودش کسی نمی دانست و در این باره گپ زدن را خوش نداشت. رفته باشد پس امسال ماه در خانه بود و ماه بیدرک. بعضا آوازه های به گوشی زنک می رسید که شهباز به شغل سابقش برگشته است، در راه راهزنی و در شهرها دزدی می کند. زن به این باور کردن نمی خواست. تنها یک چیز زن را روزهای آخر خواطر می کرد. شب و خوابش را می پراند و از سرد گشتن مهر شهباز را به خود روزهای آخر احساس می نمود. از قرابت جویی، از نوازش شاه، از صحبتهایش احساس می کرد که دیگران شهبازی نیست که او را آزاد برداشته روی خلطهای غله خوابانیده بود و از گرمی مهرش و از زیادی قوهش پره ها خود از خود به گردش در آمده بودند. چرا چون غژک نوای روح بخش در داده بود و همون شهباز نیست که شبا او را چونان تنگ در آغوشش می گرفت که نفسش درون می زد، خود را بین زمین و آسمان اندر وا می دید. و همچنین زن از احساس آن که همیشه شب و روز نظر بنده است خلاص نمی گشت. اولها به این اهمیت نمی داد، پروا نمی کرد که شوهرش، زن حالا هم باور نداشت که شوهرش مرده باشد، گرد و اطراف می جالد، هر قدمی او را می شمارد، هر حرکتی او را بها می دهد و روز از روز ناخواسته و بیچاره تر گشتن او را دیده زهر خنده می زند. اکنون زن هرگاه به هیزمچینی می رفت، هر زمان با یک حس ناخوش اطراف را می نگریست که رود اون مشاهد در همین قریبی ها باشد، او را پایده باشد. باره چون درزه هیزم را پشتاره کرد و جنگل را عبور میکرد، از پس خود قدم ماندن شخص را پای برد. چونان بر علا پای برد که واهمه‌اش گرفت. اول تیز تیز، بعد در تاز در آمد و تا به خانه رسیدن باره هم جرأت نموده به پس نگریست. به نگاه حیران و هراسان دخترش گفت که خرس در پیم افتاد. شب بطن شهباز جفت شده واقعی جنگل را حکایه کرد. شهباز خندید و گفت که چطور مرده که وی منحش را با دستانش بسته است و هم به کام دریا رفتن جسدش را با چشمان سر دیده است میتواند زنده شده باشد. زن چون دید که شهباز سخنان او را جدی قبول نمی کند، دیگر در این باره با حرف نزد، زیرا فهمید که مردک راز دید او را رغبتی شنیدن ندارد و به او غم شریک هم نمی گردد. روزی که او در آینه دستدار صورت خود را می دید، اوژنکای زیری چشم و گردنش تار تار سفید شدنی مویش خلاصه پیش از وقت پیر شدنش را دید، دلش لرزید. برعکس او گلبوته روز از روز می شکفت. دختر 17 ساله شده بود، قامتی بلند و بندی دلی ترنگی دمیدهش از مادر، چشم و ابروی پیوسته و لبهای سرب گوشت و خوشریخت از پدر گرفته بود. زنک کوشش میکرد که شهباز آنها را پهلوی هم نبیند، زیرا در پهلوی این گل شکوفان و گل رو خزان رو میماند و پیرگشتن و زیشت گشتنش عیان‌تر میشد. و همواره با نگاهی میزانی و دخترش چشم دوختن شهباز را دیده دلش دور رفته بود. آنها 1 سال به نکاح زندگانی کردند. تنها با اصرار زن شهباز ملا را که گندم به آسیاب آورده بود خواهش کرد آنها را نکاح کند. اما نکاح شرعی نیز مهر شهباز را
به زن افزود. برعکس غیب زدنهایش افزود. ماه بود، ماه نبود و اگر به شغل قدیم برگشتنش راست باشد. زن دلیاب نمیشد که در این باره از شوهرش بپرسد. آیا شاید میترسید که جوابی مثبت میشنود و عربده میبردارد؟ او را باز از خود میرماند. حالا زن تنها یک چیز را میخواست، هر چیز زودتر به گلبته خواستگار بیاید. صغیر است، کبیر است، داراست یا نادار، فرقی ندارد. و با دو دستی ادب دخترش را میبرارد و میدهد. زن با یک تیر دو نشان زدنی. هم از تمثال بیقراریش، آنه که پیریش را عین تر میسازد، آنه که شوهر نگاه میزانی میزند و دلی مادر را گرگ ها تله میکنند. خلاص می شود و هم شاید شهباز تنها ماندن زن را دیده هوای شهر و کمین ره را از دل دور سازد. همیشه با او بماند. انگار در ده جوانی زنگیری نبود یا مردم یکسره نابینا گشته بودند. این گلی شکوفان و سرو روان را در آسیاب نمی دیدند که خواستگار نمی آمد. این سال زمستان زود رس آمد. برفی اول چنون به زمین نشست که گمان بود به این نزدیکی آب شود. از بس که در آتشدانی دو خانه علاو میکردند، زن تخمین میزد که هیزم‌های ذخیره گمان است که تا بهار کفایت کنند. از این روی شهباز را خواهش کرد که بورس را بیفتاند، هیزمش را سرچین کرده بماند. زن هر وقت فرصت دست بدهد برود و کم کم به خانه بکشاند. شهباز تبر برداشت و رفت. بورسی عظیم را برید و 3 روز از هیزم تلی بزرگ ساخت. تنها زنک تعجب کرد که چرا بورسی کنار جنگل را نبریده است، بل در مغز جنگل بریده است. مگر شهباز نمی‌داند که زن از داخل جنگل بیمناک است یا برقصد کرده است که او را با توهماتش مسخره بکند؟ و این همون روزها بود که شهباز گاه و ناگاه درباره گله گرگ‌های گرسنه که در جنگل پیدا شدند حرف می‌زد و زن را آگاه می‌ساخت خود را احتیاط کند. زن نشانی از گرگ‌ها را ندیده بود و زمستان‌های زیاد در این خلوتگاه یک دوی از این جانورها را دور و نزدیک دیده بود و هیچ ندیده و نشنیده بود که آنها به آدم هم لور شده باشند. تنها گلبوته این خبر را جدی پذیرفته بود و مردم را از هیزم بیاری منع می‌کرد. اگر روند همراه بروند، اگر نه بگذاری یک روز همه کس با پدراندر بروند و بکشند. اما مادر دست می‌افشاند و هرگاه از کار روزگار فارغ می‌شد می‌رفت و یک پشتار هیزم می‌آورد و یک روز رفت و حیل کرد. خیلی حیل کرد که گلبوته بیقرار شد و باز سگی همیشه خاموش و پیر خیبر از پشته نزدیک جنگل چنان زوزه‌ای جان خراش کشید که به پشت گلبوته سر دوید. تازان به آسیاب آمد. شهباز را خبر کرد که مادر خیلی حیل کرد و هم خیبر زوزه‌ای بدبختی میکشد. هر دو پشته را بالا شدند. برف تازه میبارید. ایزای پای مادر را پوشانده بود، اما چون هر دو جای تلی هیزم را میدانستند خاموش به جنگل داخل شدند و در نزدی سرچین لباسای پاره پاره و خونالود را دیدند. از گرگ دریده حتی استخوان باقی نمانده بود بغیر از چند قبض موی سر. شهباز همه را خوب اندیشیده بود. بورسی مغز جنگل را نیز دانسته بریده بود. فاجعه بیهوده محض روزی که تازه برف میبارید و ایزها را میفروخت رخ نداده بود. شهباز هیچ به خاطر آورده نمیتوانست که کی از زن یک بار دل سرد شد. شاید همان روز دل سرد شد که آبتنی دختراندرش را دید. همین تابستان بود که وی خلطه های خالی گندم را بیرونی دری آسیاب میتکاند و چشمش به گلبوته افتاد که دستمال سر کیت پرتافته بود و صابون در دست داشت. لبی شاهرود میفرامد. بناگاه به خاطر شکایتی خالدانه رسید که چطور تنشویی او را از رفزنی آشخانه میپاییده است. مشکای برجسته‌ای بازو و قفس سینه‌اش را دیده هوسناک میشده است. پس چرا او؟ شهباز هرچند کوشید که این فکر را از خود دور سازد نتوانست. بالاخره خلطه دستش را به زمین زد. اگر یک ره ببیند آسمان به زمین آمده نمیچسبد. وی در کمین گرفتن و نامعلوم به هدف رسیدن تجربه داشت. باز به هر احتیاط اطراف را نگریست. خالدانه در نظر نمی نمود. از موری آشخانه دو تنوره میزد. گمان میرفت که زنک چیزی برای چاشت میپزد. شهباز نامعلوم خود را به ساحل رساند. کرفس‌های زیاد رویده بودند. از بین آنها گوک کشیده پیش رفت. شرشر رود
خشخش سوته و برگهای کرفس را پخش میکرد و هم دختر شاید در گوشه خیال راهنمایی داد که کسی دنبال او میآید و آبتنیش را تماشا میکند. آن شب خوابی شهباز نبرد. پهلو میگشت، آه میکشید. زنی که یک وقتا پیکری حضربش را با زمین پخش نمودن آرزویش بود، حالا در نظر عجوز کمپیر را میماند. آن سینه های ترنگ و اناری کجا و این خلطه های جرغاتی تیرماهی کجا؟ آن تن لغژانی شیرماهی کجا و این جوالی پرکاخی جواری کجا؟ خورجین را سری کیت پرتافت و راهی شهر را پیش گرفت. بزن گفت که بازار به خریدی لوازمات می رود. در اصل می خواست از خود بگریزد، از فکر و اغواهای بدی در دلش پیدا شده بگریزد و رفت. ماه آواره‌گردی کرد و باز آمد، زیرا در این یک ماه فهمید که وی به خانه و در به این آسیاب برودکی پرماهی خو گرفته است. آمد و باز از ماه زیاد طاقت نکرد. همین که پی می برد ساعت زیادتر بماند، فلاکت رخ می زند. خورجین را سری کتف می پرتافت و راهی می شد. و این دروغ بود که می گفتن او به شغل سابقش برگشته است. مرد کاری می کرد، از کاری وزنین ترین هم رو نمی گرداند. باور داشت که کاری وزین فکرهای سبک را از سر دور می کند. چون زمستان رسید و کارهای موسمی تمام گشت، آمد و دیریاز در آسیاب ماند و این دفعه نتوانست فلاکت را نخیزاند، بلکه آن را خود به همه جزئیاتش تحریزی کرد. و آن روز که برف میبارید و ایزها را میپوشاند، وی خالدانه را دید که ریسمان در دست سوی جنگل می رود. گرد و پیشش را نگریست. داسی زنگ زده را در ستونی نزدی دول خسته دید. گرفت و زیر جامه پنهان کرد و از جانب دیگر تا به چشم کنجکاو نافتد سوی جنگل رفت. خالدانه ریسمان را به قد پرتافته روی آن هیزم می گذاشت. یک درزه مانده بود. برای دانه دیگر خم شده بود که چیز تیز بین شانه هایش فرو رفت. درد چانکاه تمامی وجودش را سوزاند. روی درزه هیزم افتاد و جان تلواسه قامت راست کرد. اولین چیزی که دید این شوهرش بود که بین شبه های برس مقابل سر برآورده بود و زرخنده میزد. این او را به دهشت نآورد که قفا برگشت که بفهمد چی ضربه از پس در رسید. شهباز را دید با رنگ مرده و با چشمان خون گرفته، اما دیگر مدار در تنش نمانده بود که چون زغوطه بریده کرفس به زمین افتاد. شهباز لحظه کرخت به این منظره نگریست. دست و پایش را لرزه گرفته بود. رنگ رویش چون رنگی مرده کنده بود. هر آینه فراموش کرده بود دیگر چی باید بکند. این دم قاه قاه را شنید. سوی صدا نگریست. مرده بود، مرده تر گشت. آسیابان را دید که از بین شبه های برس بیرون آمده بود. در تنش پوستکی را پیچیده بود. ریش و موی سرش هیچ روی قیچی را ندیده بود. اگر شهباز او را نمی شناخت گمان میکرد که غول است، اما آسیابان بود. از بین شبه های برس بیرون آمده بود. سوی مرده زن دست دراز کرده بود. با انگشت اشاره او را نشان میداد و از خنده سست میشد. روز دیگر بود که شهباز در نیمه راه دیه می رفت. با گلبوته گفت که دیه می رود. تفنگ به آریت می گیرد. گرگها را یک یک می پراند. در اصل از زنده بودن آسیابان زهرکف شده بود. او را می خواست شکار بکند، زیرا زنده گشتن یک شاهد باز چون این شاهد زندگی را زهرآلود می ساخت. آنچه بعد روی داد کم کم روشن‌تر به یاد می آورد. به یاد می آورد که شاید ساعتی بود که هنگ و منگ مانده بود. چه کردنش را نمیدانست. بالاخره به سرش زد که او جنایت صادر کرد. جنایت سنگین و شاهد در روبرویش استاده اینطور چون دیوانه میخنده. از این اندیشه او به خود آمده بود. سوی آسیابان جهیده بود که با دو سه خیز به او برسد. گردن این نحیفش را بین پنجه های آهنینش بگیرد و با تمام قوه خفه کند. به این نیت خیز هم زده بود. به آسیابان رسیده برای گرفتن گردنش دست دراز کرده بود، اما آسیابان با یک چالاکی که از او هیچ چشمدار نبود او را ریب داده گریخته بود. چون روز روشن بود آسیابان را دید که از پیش شدن یک کار بیهوده است. برگشت، لباسهای مختول را پاره پاره کرد، به خون شولاند، چهار طرف پرتاب
چند قبضه مویش را نیز کنده پرتافت. بعد جسد را برداشت و به کاداکی خرسنگی که قبلا تگی چش کرده بود برده جا نمود. رویش سنگ‌ها را چید، روی سنگ‌ها برف پاشید. بعد جامه تنش را کشید و اظهارا هرچند می‌دانست که برف می‌پوشد با جامه هموار ساخت. بعد این به آسیا برگشت. شهباز از ده تفنگ آورد و در ده هر کسی را میدید با تفسیر قصه خالدانه را میکرد چگونه گرگ‌ها دریدند. یک هفته شهباز در کوه پشته ها گشت، لیک نشانی آسیابان را نیافت. صبح میبرآمد، گاوگم یا شام بر میگشت. روز 2-3 تیر خالی میکرد تا بگاه بیاید و به گلبته بگوید که 2-3 گرگ را کشته است. چون یک هفته از آسیابان نه پی یافت و نه حیدر، روز به روز به خود تلقین نمود که آسیابان در نظرش تافته است و اون وضعی که داشت بار اول آدم میکشت. هر گونه توهمات پیش نظر پیدا شدنش امکان داشت و بالاخره خود نیز باور کرد که آسیابان سراب بهش نبود. از بحر شکار سراب برآمد و گلبته را گفت که گرگ‌ها را یکی نمانده همه را آماج تیر ساخته است. باز روزهای یک رنگ و دلبزن با شبهای دراز و سرد در مجرای پیشینه خود جاری شدند. شهباز در خانه خود میخوابید. گلبته در خانه خود. روزانه شهباز به کار آسیاب مشغول می شد و گلبته به کار روزگار که بعد مرگ مادر بیشتر شده بود، زیرا مادر نیم زیادی کارها را به ذمه داشت. صبح بر وقت می خست و خمیر می شوراند، بعد نان می پخت، برای پدراندر چای می موند، سپس به عاقل می رفت، تگی چای چارپایان را تازه می کرد، بوجاد و بیده میده کرده با آخرانشان می ریخت، از رود برایشان آب می آورد، سپس خانه خواب خود و پدراندر را می رفت، چیزی می شست، چیزی می دوخت. خلاصه روز چطور پایان می یافت پی نمی برد. تنها به درازا کشیدن شبها را احساس می کرد. بعضن از تنهایی و تنگ دلی زیر کرپه می درآمد و پست پست می گریست. زمستان کاری آسیاب کم بود. مردم بیشتر ذخیره غلاتشان را آرد کرده گرفته بودند. از این رو شهباز 2-3 ساعت در آسیاب جنب و جول میکرد و باقی روزی دراز کارش همین بود که با شسته که خود ساخته بود از رود گلماهی می داشت. روزهای اول شکارش هیچ باورار نبود، در ماهیگیری تجربه نداشت، اما آهسته آهسته چنان هنرمند شد که روز تا 20 ماهی می داشت و بعضا ماهی های داشته را به حاجتمندی که به آسیاب زمستان احیانا سرگشته می شد می داد. هرچند شهماهی هم باشد، هر روز که بخوری دلبزن می شده است. با گلبته او روز 2-3 حرف رد و بدل می کرد و بس. قبلا نیز دختر از او می کبید، کم بچش می نمود، پس مرگ مادر بالکل به خود فرو رفته بود. شهباز چند ره او را به کپ کشیدنی شد، به نتیجه روزی او به گلبته اعلان کرد که به شهر می رود و شاید بیگاه بر نگردد. اگر او تنها ترسد روزانه مال و حال را ببیند و بیگاه به ده برود. خانه یگان زن شناس. گلبته گفت که یک روز هیچ باکی ندارد که تنها بماند، در ده نیز کسی را نمیشناسد. هر آینه گلبته در ده شناسی ندارم گفته راست میگفت. تا اونجا که خود را یاد دارد هیچگاه از آسیا بیرون نرفته بود و سال 1-2 زن اگر سرگشته شوند به مثل زنی چوپانی ده که شوهرش در کوه پشته بود و او ناچار به آسیا و غله می آورد و ساعت در آمده به خالانه صحبت میکرد، دیگر صورتی زن در این خلوتگاه پیدا نمیگشت. همراز و همساز و دوگانه و شناسی گلبته فقط مادر بیچاره‌اش بود که چنان که دختر پی می برد با پدر خوشبخت نبود. با شهباز هم اگر سال اول خوشروز بود، سال دیگر انگار سایه بینشان افتاده بود. چون شهباز خورجین را سر کتف پرتافت و رفت، گلبته باز به کار همه روزه خود سرگرم شد. کورگشتن روز را پی نبرد. همین که تاریکی فرا رسید خود را در خلوت کده تنها دید. بدلش وهم جا شد، 4 طرف خیبر را جست، پیدا نکرد. به خاطر آورد که از آن روزی که خیبر از پشت زوزه بدبختی کشیده بود دیگر در آسیا پیدا نشده بود. اگر خیبر می برد به هر حال جانی زنده دیگر، حمایتگر. هرچند تا جایی که گلبته یاد دارد دزد نه بر ده و نه بر آسیا سر نخسته بود. یگانه دزد شهباز بود که او هم دور از ده دزدی میکرد و اگر گپ مردم راست باشد باز به شغل قدیمش برگشته است. کورنمک خیبر روزی دراز چند بر زده روی ایوان میخوابید. حالا که به درد میخورد غیب زده است. گلبته به قول و عجینه هیچ باور نداشت. افسانه بیش نبودن این گپا را مادر همیشه تلقین میکرد.
مگرم برای نترسیدن دختر چنین میگفت و الان شاید در آسیا بزمی شیطانی آراسته باشند. هرچند میگویند که آنها به آسیابان نزدیکانشون زیان نمیآرند، برعکس آنها را حمایت میکنند. باز کی میداند مگر به قوه های بعد پیش باور کرده می شود بفهمند که بیچاره که بی پشت و پناه تنها با یک سری سختش مانده است، چرا با او دلخوشی نکنند؟ خدا گیرد این دزدی شهبازه. بعد آن چی از سری مادرم گذشت، گمان نمی کنم از سری به او گذشته باشد. برعکس چنین می نماید که مادر سرباری بود، خلاص شد، جانش آسود و این درها را مخصوص به قفل و کلید ساختند که انگار چیزی دزدیدنی در آنها نیست یا دزدنام روی عالم نیست. حتی تنبه هم پشتی در گذاشته نمی شود، همه به بیرون کشاده می شوند، گویا همه را مخصوص ساختند که جانی ترسانی او را در قفسه نگاه دارند. عجیب که تا بدین روز باره ناندیشیده بود که چرا درها قفل و کلید ندارند، چرا به بیرون کشاده می شوند. چگیل است این همه در زندگی؟ چرا خیره خیره می سوخت؟ جانی گلبوته هم خیره خیره می سوخت. روی استخوان و برده نان را نبینی؟ خیبری بدزاد، تو را مادرم در بری دامنش کلان کرد. سگ بچه کوری عاجزک بودی، تو را مادرم خیبر نام کرد، لیک تو اژدر بوده ای. هی الهی روی استخوان و برده نان را نبینی؟ کرنمکی حق ناشناس. شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما حکایات را از کتابی سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علمهای فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موجی گل یوسفова. انجام گفتار 46 شاد و موفق باشید.